أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، برادران عزیز، خواهرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله تعالی الحمدلله فضل الله هست که ما و شما توانستیم که 9 سپاره قرآن با ترجمهش و با بیان بعض نقاط مهمش که برای ما و شما بسیار مهم است، بخصوص در مسائل اعتقادی، ما و شما توانستیم که تا سپاره 10 برسیم. و این بزرگترین نعمت الله هست که بر یک بنده خود ایرا آماده کرده و بزرگترین نعمت الله قرآن عظیم شان است و بزرگترین نعمت الله توفیق است که الله یک کس را توفیق نصیب بکنه که انسان مسلمان این کتاب الله را و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بخوانه، بفهمه. و طبعا وقتی که انسان قرآن و سنت خواند و فهمید، الله برش توفیق که داد، توفیق عمل ان شاء الله الله برش نصیب میکنه. و این جای بسیار شکر و سپاس است که الله متعال به گوش ما و شما و به چشم ما و شما و به زبان ما و شما الله قدرت داد که ما این نعمتهای الله را که چشم است و زبان است و گوش است کل زیره و حتی دست و پا و قلب خود مصروف قرآن عظیم شان بگردانیم. در سپاره 10 که ما و شما شروع میکنیم ادامه سوره الانفال است و الله متعال میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واعلموا و بدانید. الله متعال اینجا حکم غنیمت بیان میکنه و علم و بدانید انما غنمتم، ان یقینا که ما آنچه را که غنیمتم به غنیمت گرفتید از کفار در صف جهاد، من شیء از چیزی، فان لله خمسه، 5 حصه ازی برای الله هست که ولی رسول و همچنان اما یکی بر 5 برای الله و رسولش و ذی القربا و یتاما و مسکینا و ابن السبیل است که بین از اینا اما حق الله که است برای مستحقین تقسیم میشه، حق الله و رسولش، و برای ذی القربا و یتاما و مساکین و ابن السبیل برای اینا داده میشه، مسافرین. و باقی مانده 4 بر 5، یعنی از 5 حصه 4 حصه دیگهش بین مجاهدین اسلام تقسیم میشه. این کنتم آمنتم بالله، اگر شما ایمان آوردید به الله و ما انزلنا و آنچه را که ما نازل کردیم علی عبدنا بر بنده ما، یوم الفرقان در روز جدایی، یوم التقى الجمعان. اما روز جدایی کدام روز بود؟ که روز که ملاقات کردن 2 لشکر حق و باطل در غزوه بدر. والله علی کل شیء قدیر، الله متعال بر هر چیز قدرتمند است. الله متعال موضوع غزوه بدر برای مسلمان ها بیان میکنه که مسلمان ها دارای چی صفات بودن. بعض اوقات ما شما میبینیم که وقتی مسلمان ها در نهایت درجه معنویت باشن، کمک های الله به امرایشان، نصرت الله یک جای میشن. و در بعضی حالاتی که مسلمان ها به مادیت روی میارن، ولو که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بینشان هم است، مثل در غزوه حنین مستحق شکست میشن. پس این درس هایی است که انسان مسلمان همیشه ایمان و تقوا و توکل خود بر الله از دست نده، در پالوی ازی که از اسباب دنیوی هم باید استفاده بکنه. الله متعال میگه اذ انتم بالعدوة الدنیا، وقتی که شما در کرانه نزدیک بودین به امو بدر، و هم بالعدوة القصوى و کافرها در کرانه دورتر بودن. و رکب اسفل منکم، و کاروانی که می آمد او از او طرف دیگه بود، پایین تر از شما بود. ولو تواعدتم، و اگر شما وعده می دادید، لاختلفتم، حتما اختلاف میکردین، فی المیعاد در وقت.
لکن یا در جای وعده ولکن لیقضی الله امره، لکن الله متعال چی میکنه؟ کاری را میکنه که فیصله بکنه و قضاوت بکنه آنچه را که الله او را امر کرده، و لکن فیصله میکند الله متعال امر را و یا کاری را که الله فیصله بکنه مفعول و حتما چی انجام شده نیست. الله متعال آنچه را که فیصله کرده اورموش شده میره، لیهلک تا هلاک شود من کسی که هلاک شده است عن بینت به اساس دلیل واضح. الله متعال کل چیز بیان میکنه و امور بیان میکنه و فیصله های خود انجام میده. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اگر کس هلاک میشه با اساس درک دلایل روشن هلاک شود که باز برش دلیل نمانه که من نمیفهمیدم، و یحیا و زنده بماند یا زنده شود من حی عن بینت، هر کس که زنده می شود یعنی زندگی ایمانی و زندگی جسمانی پیدا میکنه عن بینت به اساس یک دلیل روشن. یعنی الله متعال کلش نشان میده، راه کفر، راه ایمان، حق و باطل، درست غلط، کلش الله بیان میکنه تا که کسی اگر گمراه میشه هم دلایل داشته باشه بفهمه و کسی که هدایت میشه او هم امو دلایل داشته باشه و حق برش معلوم شود تا که باز پسان نگوید که والا من نمیفهمیدم. و این الله و یقینا که الله متعال سمیع علیم، بسیار شنواس و بسیار عالم است. الله متعال نعمتهای خود بالای اصحاب رسول الله صلی الله علیه و در غزوه بدر بیان میکنه. اذ یریکهم الله فی منامک، الله متعال وقتی که برای از زنا یک خواب را آورد، الله متعال میگه که نشان میدهد برای تو آنان را. کی نشان میدهد؟ الله نشان میدهد برای توی رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم که آمده بر تو و اصحابت. یوریکه برای تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یوریکه خطاب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که نشان میدهد تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم امی مشرکین را کی نشان میدهد؟ الله نشان میدهد فی منامک در خواب تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، قلیلا انال در چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا را بسیار کم و اندک و ناچیز نشان داد. ولو اراکهم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر اونا را الله بر تو نشان میداد کثیرا زیاد، لفشلتم باز شما ناکام میشدین، ولا تنازعتم یا گفتگو و بحث میکردین فی الامر در مسئله جنگ با اینا. ولکن الله متعال که است سلم سلامت نگه داشت شما را، انه علیم بذات الصدور، الله بسیار عالم است و آنچه که در قلب ها و سینه های انسان است. و اذ یریکهموهم، و همچنان وقتی که الله متعال نشان میداد شما را، و اذ یریکمو و وقتی که نشان داد شما را، هم ایشان را، اذ التقیتم وقتی که ملاقات کردین، فی اعیونکم قلیلا، پیشتر در مورد رسول الله صلی الله علیه و بود و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و هم کافرها بسیار تو قلیل و کم معلوم میشدن در چشمای شما صحابه، قلیلا کم. و یقللکم فی اعیونهم، میگه شما را در چشم کفار هم کم نشان داد تا اونا هم بیاین و بجنگن. فی اعیونهم در چشمایشان. چرا؟ لیقضی الله امرا، تا که فیصله کند الله متعال امر را که مفعوله که این امر چی بود؟ لیقضی الله، تا فیصله کند الله متعال امر را کان مفعوله که بود شدنی. و الی الله ترجع الامور، و بسوی الله رجوع امور است. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا لقیتم وقتی که شما ملاقات کنین یا روبرو شوین، فئتا با گروهی که از کافرها هستن، فثبتوا پس باید ثابت قدم بمانین، و اذکر الله و یاد کنید الله را کثیرا بسیار زیاد، لعلکم شاید که شما تفلحون کامیاب شوین، و اطیعوا الله و شما اطاعت از الله بکنید، و رسوله و اطاعت از رسولش بکنید، ولا تنازعوا و شما جنجال و گفتگو منازعه و مخالفت در قرآن و حدیث نکنید. اگر داری باز جنجال میکنید فتفشلوا، باز شما ناکام میشین. حالا علت ناکامی امروزی مسلمان ها در چی است؟ که در قرآن و سنت زیاد جر و بحث میکنن، می آیت قبول ندارم، می حدیث قبول ندارم، می سنت خوشم نمیاد، می فلانی است. الله متعال میگه شما اطاعت از الله بکنین با پیروی از قرآن عظیم الشان.
و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین با فهم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا تنازعوا، در این مسئله بسیار منازعه و گفتگو و جنجال نکنین. اگر کردین چی میشه؟ فتفشلوا، باز شما ناکام میشین. و تذهب ریحکم، و امو ریح در حقیقت باد و هوا را میگه که هوای شما میرن، یعنی هیبت شما، قوت شما کلش از بین میره. مثل که یک نفر بسیار ضعیف شود و امو چیزش از بین رفته باشه. واصبروا، و شما صبر بکنین. ان الله، یقینا که الله متعال مع الصابرین، به امرای صبر کننده ها هست. درست است. پس دو راه را الله نشان میده. راه اول باید شما به قرآن و سنت، به اطاعت از الله و اطاعت از رسولش متمسک باشین. دو، در قرآن و سنت اختلاف نکنین. شما مسلمان هایی که پیرو قرآن و سنت هستین اختلاف و جنجال نکنین. وقتی که آیت قرآن آمد و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آمد، بگین السمع و الطاعه. و مسلمان چی است؟ اسلام یعنی تسلیم شدن است. تسلیم شده میگه که دسته تسلیم هستم به قرآن و سنت، خلاص دیگه هیچ ما جنجال و گپ و گفتن ندارم. وقتی که تسلیم شدین دیگه مخالفت هم نکردین و براتون مشکل که پیدا میشه صبر بکنین. ان الله، یقینا که الله متعال، ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال مع الصابرین، به امرای صبر کننده هستند. ولا تکونوا کالذین، شما نشین مانند کسانی که خارج شدن من دیارهم، از منازلشان، بطرا و رئاء الناس. وقتی غزوه بدر شد خبر رسید برای مشرکین قریش در اونجا که مسلمان ها میخواین امی قافله یا کاروان تجارتی شما که مالهای از اونا را شما چور کرده بودین و از اون مالهای چور شما کاروان تجارتی جور کرده بودین، حالا میخواستن مسلمان ها سرازی حمله بکنن و انتقام بگیرن و حق خود از شما بگیرن. بر از اینا اول رسید که ابو سفیان بسیار زیرک بود و چالاک بود، رئیس امو کاروان بود و از راه دیگی که در کرانه های بحر بود، ساحل بود، از او را آمد و از راه مدینه هیچ نامد و بالاخره میگه او نجات یافت. پس او رفتن. لکن ابو جهل صدا کرد، گفت هو تا که ما دول نزنیم، تا که ما نرقصیم، تا که ما شراب نخوریم، تا که ما مسلمان ها را شکست ندیم، ما اله دادنی نیستیم. الله متعال میگه مثل از این کافر وارد نشوین که یا صف این کافرای استاد نشین که این قسم همیشه کافر همیشه عادت دارن وقتی که با مسلمان ها می جنگن شراب میخورن و اختلاط بین زنها هست و شراب میخورن و میرقصن و ساز و دولی گپا دارن. این عادت کافرها هست، ساز زدن، رقصیدن، اختلاط، تکبر. الله متعال میگه ولا تکونوا، و نشوین کالذین، مانند او لشکر ابو جهل که خارج شدن من دیارهم. یا گفت نه ولو که قافله تیرم شده ما نمیمانیم که کت مسلمانان نجنگیم. خارج شدن از منازلشان بطرا، از روی سرکشی، و رئاء الناس، و به خاطر ریاکاری با مردم، و یصدون، چی هدف داشتن؟ هدفشان همیشه کسایی که در مقابل قرآن و سنت، در مقابل دین الله ایستاد میشن، به خاطر منع کردن حکم الله هست. و یصدون، و مانع میشوند عن سبیل الله، از راه الله. والله و الله متعال بما یعملون، با آنچه که عمل میکنن، محیطون، بسیار علمش محیط است و احاطه کننده است. و اذ زین لهم الشیطان، و یاد کنین هنگامی را که زینت داد برایشان شیطان، برای زمین لشکر ابو جهل. زین لهم الشیطان، چی را زینت داد؟ اعمالهم، امی اعمال کفریشان را. و قال، و گفت برشان شیطان لا غالب لكم اليوم، امروز بالای شما هیچ کس غلبه حاصل کرده نمیتونه، من الناس، از شما، از مردم. و اینی جار لكم، میگه خود امی شیطان آمد و گفت من همجوار شما هستم. جار همسایه و همجوار میگن. گفت مکت شما می بین لشکر که تان یک جای میرم و می جنگم. و این شکل یک ریش سفید آمد و بسیار امات سیاست مدار برای جا گفت که من پلان جنگی رو براتون میتونم، برنامه سیاسی رو براتون میتونم، کل کارا رو میتونم. دیگه برشان گفت که امروز شما بسیار قوی هستین، خوب برنامه دارین، خوب استراتژی دارین، خوب خریطه جنگی دارین، خوب قوتتان قوی هست. لا غالب لكم اليوم، گفت امروز سر شما هیچ کس غلبه کرده نمیتونه، من الناس، از مردم. و این جار لكم شیطان، گفت من همسایه شما هستم. فلما تراءت الفئتان، وقتی که چی شدن؟ روبرو شدن دو گروه. نکس علی عقبه، یعنی شیطان میگه برگشت پشت سر رفت،
دید که همون تا آساس پشت سر میره، فرار کرده میره. و قال و گفت شیطان اینی بریء منکم. این شیطان وقتی یک انسان در یک بلا انداخت، در یک غم، در یک جنجال انداخت، باز خودش چی میگه؟ خودش پشت سر میره و یار میگه من از شما بیزار هستم. حالا بسیاری وقتا کافرها را سال کنی، بعضی کسا را بسیار به طرف جذب میکنه او که آمد که این پالی کافر شش، بازیگر از برش میگه که من از تو بیزار هستم، تو خودت قاتل هستی، تو خودت دهشتگرد هستی، تو خودت فلانی هستی. اونم غلام خدا هم چی میکنه؟ از او اظهار بیزاری میکنه. فلما تراءت الفئتان، وقتی که روبرو شدن دو گروه، نکس برگشت شیطان علی عقبیه، بر عقب پاهایش، یعنی رو گرداند از اسلام دوباره. و قال و گفت که اینی بریء منک، از پیش از یا گریخت و گفت که من از شما بیزار هستم. اینی ارى ما لا ترون. شیطان چی را میدید؟ دید که اونجا در صف مسلمان ها ملائکه هست. شیطان ملائکه را میبینه دیگه. وقتی که دید که اوه لشکر مسلمان ها خود تنها 313 نفر نیست که ما آمدیم یارا تشویق کردم. و شیطان که است یعنی شهاب که نمی آسمان هستی ستاره ها، که وقت شیطان میره اونجا برای دوزی کردن که از بالا که میزنن فایر میشه مثل راکت وارد کلیزی. این شیطان خود زدن ملائکه را میفهمه که اما تو وقتی که بزنه که یک شمشیر از این فرق سر گرفته تا پای دو توتا میکنه. این شیطان گفت اگه من پیش برم خود تکه میشم، فورا گریخت. برشان گفت که من بیزار هستم، من کتان نمیرم. اینی ارى ما لا ترون. شیطان گفت من چیزی را میبینم که شما نمیبینین. اینی اخاف الله. این شیطان میگه، ابلیس میگه من از الله میترسم. واقعا از الله میترسه، لکن کافر از بیدین از امر الله را تطبیق نمیکنه. والله شدید العقاب. الله سخت عقاب کننده هست. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. این هنگامی هست که میگن منافقا، یاد کنین وقتی را که منافقا و کسانی که در قلبهایشان مرض بود، غر هؤلاء دینهم، گفیار فریب داده این مسلمان ها را دینشان، سیکو یا میرن میجنگن، تعدادشان سیکو، عسکرشان سیکو. و من یتوکل علی الله. الله متعال میگه هر کسی که توکل به الله بکنه، فإن الله، پس یقین داشته باشید که الله متعال عزیز غالب است و حکیم و با حکمت است. ولو ترى، و اگر ببینی، اذ انگامی را یتوفى الذین کفروا، که جان گرفته شود یا وفات داده شوند کسایی که کافر شوند. اینال کافرها را میگه وقتی که ببینی در وقت مرگ چی میشه؟ یضربون، میزنن وجوههم، روحایشان را، و ادبارهم، و پشتای خودشان. یگانه که ببینی که همون تو سرش که غم زیاد بیاد، در روی خود نمی پشت خودم که سیلی زده میره، گاید پشت خود گاید این زده میره، همون تو خود لط کنه میره. چرا؟ وقتی که اینا در وادی جان کندنشان شو، از اینکه درد میبینن خودشان در روی خود میزنه. والله متعال میگه و ذوقوا، و بچشین عذاب الحریق، عذاب بسیار سوزاننده را که خوب اما تو حریقتان میکنه، درتان میده. ذلک، این می جزا به خاطر چی؟ از بما قدمت ایدیهم، به سبب آنچه که تقدیم نموده از دستایشان. و ان الله لیس، یقین داشته باشین که الله متعال لیس بظلام، نیز ظلم کننده للعبید، به بنده ها. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، مثال امی ابو جهل و لشکرش مانند چی است؟ مانند لشکر فرعون است. كدأب، مانند اسلوب و روش آل فرعون است. والذین من قبلهم، و اسلوب و روش کسای دیگه، رای کافرای دیگه که قبل از اینا کافر شدن به آیات الله، با آیات الله. فاخذهم الله بذنوبهم، باز امون قسم که فرعون گرفت، هامان و شداد و نمرود گرفت، ابو جهل و دیگرا را هم میگیره بذنوبهم، به گناهایشان. ان الله، یقینا که الله متعال قوی، بسیار ذات قوی هست، شدید العقاب، سخت عقوبت کننده هست. ذلك بان الله، این به خاطر چی است؟ به خاطر ای که بان الله، به این که الله متعال لم یکن مغیرا نعمتا، هیچ وقت تغییر نمیدهد یک نعمتی را که انعامها علی قوم، که او نعمت داده به یک قوم، حتی یغیروا ما بانفسهم، تا زمانی که خودشان در وجود خود تغییرات نبیرن. وقتی که خودشان تغییرات آوردن، الله متعال نعمتهای خود از پیش از اینا میگیره. و ان الله سمیع علیم، و یقین داشته باشین که الله متعال بسیار شنونده است، بسیار عالم است. كدأب آل فرعون والذین من قبلهم، بازم خوب فکرتان بگیرین که اسلوب از اینا مثل اسلوب کی است؟ مثل اسلوب و روش و طریقه آل فرعون، لشکریان فرعون است. والذین، کسانی که من قبلهم، قبل از ایشان بودن. اینا چی عادت داشتن؟ کذبوا بآیات ربهم، که اینا تکذیب کردن به آیات و نشانه ها و احکام شریعت الله. فاهلکناهم، الله متعال میگه ما اونها را هلاک نمودیم، بذنوبهم، به سبب گناهایشان. و اغرقنا آل فرعون، و غرق کردیم آل فرعون، و کل کانوا ظالمین، تمام از اینا چی بودن؟ ظالما بودن. ان شر الدواب عند
الله بدترین در سر زمین خب بسیار جنبنده ها هست، انسان هاست، حیوانات هست، نباتات هست، مثلا خزنده ها هست، کل از یا بدترین از یا کی هست؟ میگه بدترشون نیست که به نظر تو مار بد میبینی یا گژدم بد میبینی یا خسک یا شپش. میگه از این کثافت ها کرده بدترین از اینا چی هست؟ میگه ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها یا زنده جان ها عند الله، به نزد الله کسانی هستند الذین، او کسانی که الله برشان تمام نعمت ها را دادن، نعمت عقل، حس، قرآن، سنت، دین، لکن با وجود از چی شدن؟ کافر شدن. پس اینیا بدترین مخلوقات الله هستن. فهم لا یؤمنون، پس این بدترین مخلوقات ایمان نمیآورند. الذین، کسانی که عاهدت منهم، شما با امرای از اونا پیمان بستید، ثم ینقضون عهدهم، باز اونا تمام پیمان های خودم میشکنند، فی کل مرتبه و هم لا یتقون، و اونا هیچ وقت تقوا نمیکنند. فاما تثقفنهم فی الحرب، وقتی که شما اونا را بیابین یا گیر کنین، فی الحرب، در جنگ، ابی کافرایی که عهدتان را شکستاندن، وقتی که در میدان جنگ اونا را گیر کردین، فشرد بهم، پس اونا را خوب شرد، متفرق، جدا، پراگنده، تکت تکه بسازین اینها را، و فشرد بهم من خلفهم، از عقبشان، ففعل بهم، فعلا اینا میگه اتبع امراض کار بگو که یا دیگه خوب آمد از پیش رو پشت سر بترسن، لعلهم یذکرون، شاید که اینا پند بگردن. و اما تخافن، و اگر خوف داشتی، من قوم، از یک قومی که خیانت میکردن، فانبذ، طرح کن یا بنداز به ایشان عهد را، علی سوا، به شکل چی؟ عادلانه، برشان خبر بده که شما عهد داشتین که ما کت مسلمان ها نمی جنگیم. ان الله لا يحب الخائنین، الله متعال خائنا را دوست نداره. ولا يحسبن الذين كفروا، و تو گمان نکنن کسانی که کافر شدن، سبقوا، که پیشرفت کردن. یعنی اونا گمان نکنن که والا ما کم کم کافر هستیم، یعنی پیشرفت کردیم، در اینجا مسلمان ها را شکست دادیم، در اینجا شکست دادیم، مسلمان ها یعنی عقب نشینی کردن. ولا يحسبن الذين كفروا، و گمان نکنن کسانی که کافر شدن، سبقوا، که پیشرفت کردن، انهم لا يعجزون، یقین داشته باشن که ایشان عاجز کردن نمیتونن، نه الله را، نه رسولش، نه مسلمان ها را. الله متعال میگه اگر شما میخواین سر دشمنا قوی باشین، چی باید بکنیم؟ یا الله، تا ما بالای کفار قوی باشیم. الله متعال میگه و اعدوا، و آمادگی بگیرید، لهم، برای امی کافرا، ما استطعتم من قوه، هر چیزی که تانستین از قوت، کل ما یتقوى به فی الحرب، هر چیزی که شما را در جنگ قوی میسازه. اینا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه الا ان القوه الرم، قوت چی است؟ زدن است، همین فیر کردن است. پس شما قوت ساینسی داشته باشین، سلاح‌های بسیار قوی داشته باشین. این ازی معلوم میشه که مسلمان ها باید اتم داشته باشن، مسلمان ها باید سلاح‌های بسیار پیشرفته داشته باشن. الله میگه شما باید قوی باشین. بعضی کساس لودست میگه ساینس اسلام قبول نمیکنن، دین قبول نمیکنن. وقتی که تو ساینس یاد نداشته باشی، تو اتم یاد نداشته باشی، سلاح قوی نداشته باشی، راکت نداشته باشی، تیارات جنگی نداشته باشی، هیچ کافرات را در په حساب نمیکنه، می خاکتان میگیره، سر تو حکومتان میکنه، کل چیز. الله متعال میگه آمادگی بگیره برای ازنا مستطاعتم، آنچه که شما توانایی دارین، من قوت، از قوت. و رسول الله صلی الله علیه و میگه قوت رمی است. رمی چی است؟ امی زدن است. چی زدن تیر باشه، چی زدن شمشیر باشه، چی زدن راکت باشه، چی زدن توپ باشه، چی زدن طیاره باشه، چی زدن اتم باشه. کل دیگه سه چند قرن پیش رسول الله صلی الله علیه و چی که تفسیر کرده. و همچنان آمادگی بگیرین من رباط الخیل، از بستن اماکن ترانسپورتی که وقت اسبها بود، آل شما باید اماکنی که در اونجا شما سلاح‌ها را چی میکنین؟ جای به جای میکنین. با این سلاحتان، با این عسکرتان، با این مجاهدتان، با این لشکرتان چی میکنین؟ ترهبون، میترسانین، بهی با واسطه امی قوتتان، عدو الله و عدوکم، شما میترسانین کی را؟ دشمنایتان، دشمن الله را و دشمنایتان را. حالا مثلا امی کافرها که مسلمان ها را میگه که یا ارهابی هستن، مردم هم میترسانن. از اون مسلمانی که کافر نترسید، الله میگه هیچ مسلمان نیست. از اون لشکر اسلام کافرها نترسید، میگه تو هیچ لشکر تو لشکر نیست. مسلمان باید تو قوی باشه، تو لشکر داشته باشه. کافرها از پیش از دم یسیری یک ماه او طرف دور باشه، بازم اینا بترسن. عدو الله که شما ترهبون، بترسانین با اینمی صلاحتان، با اینمی قوتتان، با اینمی امکانات جنگیتان. عدو الله، دشمنای الله را، و عدوکم، و دشمنای خودتان را.
و آخرین من دونه و دیگران بغیر از وی لا تعلمونهم، اونا دیگه دشمنا هم دارین که شما اونا را نمیشناسین. یهود دشمنتان است، نصارا دشمنتان است، اون دوهای بت پرست مشرک دشمنتان است، ای بنی اسرائیل و حکومت اسرائیل اینا دشمنای شما هستن، سیکولرها دشمنای شما هست، بسیار دشمنا دارین، بسیارشون را شما نمیشناسین. الله یعلمهم، الله متعال اونا را میشناسه، از این خاطر شما را میگه که شما آمادگی داشته باشین. و ما تنفقوا من شیء، و آنچه را نفقه میکنید من شیء از چیز، فی سبیل الله در راه الله، یوفى الیکم به طور کامل بر شما چی داده میشه. از این خاطر میگه اگر کسی حتی خودش نمیتونه کار کرده در راه الله نفقه میکند، الله متعال برای از او هم اجر از امور میته. در احادیث آمده است که من جهز غازیا فقط غزا، کسی که مجهز ساخت یک غازی غزا کننده یا مجاهده، او هم میگه مجاهد جهاد کرده. و من خلف غازیا فی اهله، اگر کسی مصرف نفقه خانواده مجاهدین در عقب از اونا برشان مصرف خانواده از اونا میته، اونا هم میگه فقط غزا. رواه البخاری، یعنی تجهیز غازی، رعایت اهلش، یعنی مجهز کردنش، صلاح دادنش، کمک کردن، غذا دادن و یا فامیل از او رعایت کردن، کل ازیا در ثواب کل جهاد فی سبیل الله می باشه. و انتم لا تظلمون، در حالی که باز شما ظلم کردن نمیشوین. و ان جنحوا، و اگر امی کافرا میل کردن، جناح خدا یعنی بال شکسته آمدن، اوتلیست که مغرور است، خودش غرور داره، تر زده میره، باز وقت بر تو صلح پیش میکنه. نه، وقتی که بالش شکست، تسلیم شد، چی شد؟ لسلم به صلح، در اون وقتی که آل دیگه خودش مجبور است میگه دیگه من که مسلمانا نمیجنگم، خاک مسلمانا را نمیگیرم، از خاک مسلمان ها میبرایم. وقتی که اینا بازینی قسم بال شکسته، تسلیم و برآمدن و شرایط مسلمان ها را قبول کردن بر صلح، فجنح لها، پس تو هم بر از اونها چی کن؟ بس صلح آماده شو. تسلیمی نه، یکی صلح هست یکی تسلیمی. کافرها میخواد تسلیم شوی، می بابانه صلح برات میگه که بیا امی قانون مرا، امی کتاب مرا، امی روش مرا، امی بی حیایی مرا، امی زنای مرا، امی شراب خوری مرا، کل یارا قبول بکو بیا در پالیمه بشی. این لودگی هست. اینجا الله میگه و ان جنحوا، وقتی که جناح چرا میگن؟ بال خدا میگه وقتی که بالشان شکست، ضعیف شدن، باز بعد از او آمدن و بر تو تسلیم شدن که گفتن که ما آماده هستیم که صلح کنیم، دیگه سر شما ما تعرض نمیکنیم، حمله نمیکنیم، مالتان نمیگیریم، یک بلس خاک شما را هم که گرفتیم اعلام میتیم. وقتی که باز اونا تسلیم شدن و صلح کردن، باز میگه اون وقت همراهشون چی بکو؟ صلح بکو. فجنح لها، باز او وقت میل کو به صلح. باز وقتی که باز صلح میکنی و توکل علی الله، باز او وقت توکل با وجود از هم توکل به الله بکو، یعنی آمادگی قوت اول سعی کنین. اول الله متعال میگه که اول آمادگی خوب داشته باشین که کافرها از شما بترسن. وقتی که اونا از شما و لشکرتان ترسیدن و باز بال شکسته شدن، باز خودشان پیشنهاد صلح را میکنن که دیگه ما سر شما تجاوز نمیکنیم، هرچی که شما مسلمان ها میخواین این ما تسلیم هستیم، دیگه ما نمیخوایم که تان جنگ بکنیم، این خاکتان میلا دادیم، املام نمیکنیم. باز میگه که اینی وقت باز به امرشان چی بکو؟ صلح بکو. در غیر از او خود تسلیم از اونا نشوین. و وقتی که با صلح کردین و توکل الله، باز توکل به الله بکنین. انه هو السمیع العلیم، یقینا که الله متعال سمیع، بسیار شنونده هست، میشنوه گپای شما را، علیم، بسیار دانا است از قلبایتان. بعضی اوقات بعضی کسا که کافرها میان پیش میشن به بهانه صلح، به خاطر قدرت گرفتن، پیسه گرفتن، چوکی گرفتن، متوجه هستین؟ باز الله متعال میگه من با خبر هستم از قلبتان که تو به چی مقصد که کافرها چی کردی. فهمیدی یا نه؟ تو به خاطر از این نکردی که مسلمان ها زور شدن، تو به خاطر از این که بیای چوکی بگیری، بیای قدرت بگیری، بیای یار بگیری. الله متعال میگه که الله سمیع است، علیم است. و این یرید ان یخدعوک، باز اگر اراده بکنه ای کافرا ان یخدعوک که فریب بده تو را، فان حسبک الله، پس یقین که کافی است برای تو الله متعال. هو الذی، الله متعال ذاتی است که ایدک، نیرو و قوت داد تو را، بنصره، به نصرت و کمکش، و بالمؤمنین، و بر مؤمنین، و الف بین قلوبهم، و الله متعال است که الفت انداخت در بین قلب مؤمنان. شما مؤمنای حقیقی را ببینین در بین خود بسیار دوستی و محبت می داشته باشن. لو انفقت، میگه ای رسول الله صلی الله علیه و اگه تو مصرف میکردی ما فی الارض جمیعا، تمام آنچه که در زمین است، ما الفت بین قلوبهم، در بین قلبهای از اینا تو الفت انداخته نمیتونستی. یعنی الفت با مادیات نمیشه که ما برش نان بتیم، حلوا پخته کنیم، پلو پخته بکنیم، خوراک پخته بکنیم.
الفت قلبی الله میپرده در قلب مؤمنا. و حتی به رسول الله هم گفت اگر برای هر قدر چیزی که در زمین است طلا برشان میده پیسه میده تو نمیتونید در بین از دوستی و محبت برتی، لکن الله هست که چی کرد؟ ولکن الله متعال است که الف الفت و دوستی و محبت انداخت بینهم در بینشان. انه یقینا که الله متعال که از عزیز بسیار غالب است، حکیم بسیار با حکمت است در تمام امورش. یا ایها النبی ای نبی صلی الله علیه و سلم حسبک الله کافی است برای تو الله و من اتبعک من المؤمنین و او کسایی که متابعت میکنه تو را از مؤمنان. پشت زیادت نفر نگرد که مثلا من 1,000,000 نفر داشته باشم 300 نفر که در بدر داشتی اینمی کفایت میکنه برای تو از مؤمنان. پشت 10,000 و 20,000 و 30,000 آدمای لندغر و بیکاره و چوکی پرست و قدرت پرست و پیسه خور و شوله خور پشت از یا نگرد. بعضی کسا هم مقدار خوش داره که والا من نفر زیاد دارم، پیش نفرشم که بری تمام روز نمیشه افتادن در زیرخانه که سیگرت میکشه، دیگه چرس میکشه، دیگه نسوار میپره، دیگه نان میخوره، کلشان عاطل باطل به درد نمیخوره. الله میگه اینمی مؤمنای حقیقی که تعدادشان کم است، اینمی الله که تو است و اینمی مؤمنای تعداد کمی که مؤمنای حقیقی هستن. یا ایها النبی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم سعی کنین الله متعال چقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داره و چقدر الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادب میکنه. الله که پیغمبر خدا ادب میکنه، حتی نامش بسیار کم میگیره، همیشه با چیز یادش میکنه؟ با صفتش میگه یا ایها النبی ای رسول، ای نبی، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. از این خاطر مسلمان واقعی کسی است که بگه رسول الله صلی الله علیه و سلم. نام رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد باید نگیری، بلکه امو با ادب نامش با امو صفت عالیش بگی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. الله برش میگه یا ایها النبی، یعنی درس ادب که سعی کنین که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم درس محبت. این رسول الله چقدر دوست داره، شما هم دوست داشته باشن. آل با بسیار محبت الله برش میگه که ای نبی من، ای رسول من، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. بخیز یک کار بسیار قوی را بر مسلمان ها بگو و یک درس است که برای کسایی که پیروای رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اینا هم همین کارا باید بکنن. چی میگه الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ یا ایها النبی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم حرد تشویق نما. حرد یحرد تحریدا ای شوق یشوق تشویقا. خوب تشویق بکو، ترغیب بده بر کی؟ المؤمنین، برای مؤمنان حقیقی موحد. به چی اینا را تشویق بکو؟ علی القتال، به چی؟ به جهاد قتالی مسلح. بعضی کسا هست باز جهاد چی میگن؟ ای قلم ساله، آل قلم است. که دروغگویا را دیدین قتال قلم میگه، قتال جهاد مسلح را میگه. میگه تشویق بکو مؤمنان را علی القتال، بر جهاد فی سبیل الله. و برشان بگو که این یکم منکم 20 صابرون. او وقت تعداد صحابه کم بود، متوجه هستین؟ برشان سعی کن میگه اگر شما 20 نفر باشین یغلبوا 200. شما 20 نفر در مقابل 200 جنگ میکنن، یعنی یک صحابی در مقابل 10 کافر استاد میشد. سبحان الله، اینقدر یا ایمان داشتن. یعنی فکر کن تو در یک جای یک دانه شمشیر داری، 10 شمشیر از 4 طرف میای، از پیش رویت از این طرف 10 نفر، چه قسم مقاومت میکنی؟ الله متعال میگه تشویقشان بگو که اگر شما 20 نفر مؤمن واقعی موحد یکتا پرست باشین، صابرون که صبر کننده باشین، یغلبوا غالب میشن 200 بالای 200 نفر از کافران. و ایکم منکم، و اگر باشد از شما 100 نفر مسلمان حقیقی باشه، مجاهد واقعی باشه، یغلبوا 1000، اینا باز غلبه حاصل میکنن بالای 1000 نفر از کافران. در وقت جهاد ضد روسا بعضی مجاهدین بدن میگه در فلانی منطقه تپه 4 نفر یا 2 نفر مجاهد میشیشتن، بسته یک لشکر روسا از بالا چند تا طیاره از پایان مثلا 200 دانه تانک زیردار روسا میرفت، آخر که سلم میکرد، آخر که شهید میشد، 4 نفر مجاهد در مقابل اونم لشکر استاد بدن. الله متعال میگه این تو قوت ایمان اینی بوده. یغلبوا 200، غالب میشن بالای 200 نفر. و این یکم منکم 100، اگر 100 نفر باشن یغلبوا 1000، غالب میشن بالای چند؟ بالای 1000 نفر. من الذین کفروا، از کسانی که کافر هستند، بانهم قوم لا یفقهون، به خاطر که اینا قومی هستند که اینا نمیفهمن. فقه چی میگن؟ فقه حقیقی، فقه اکبر است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه تقسیم کرده به 2 بخش. یکی فقه اکبر گفته که عقیده هست،
و یکی فقه اصغر است که او معاملات است. حال در افغانستان زیادتر مردم همی خود که فقه میگیره. در چی فقه میگیره؟ در فقه اصغر، در علوم پایان. اما فقه اکبر نمیخوانه بسیاری کسا. اصل فقهی که الله میخواد که کل مردم باید فقیه باشه، او فقه اکبر است. یعنی در عقیده باید کلگی عالم باشه. در معاملات باز بر یک مملکت یک مفتی بس است. در مسائل فقهی در یک منطقه که یک مفتی باشه بس است، یک عالم فقه باشه که تو مثلا فروغ سوال پیش پیدا میشه بری پرسان بگیری. اما فقه اکبر که امام صاحب میگه که عقیده هست، این باید هر مسلمان یاد داشته باشن. از این خاطر میگه کافرها چی مشکل دارن؟ مشکل ای دارن که اینا عقیده توحید نمیفهمن. از این خاطر شما سر از اونها غلب. الان بعد از این میگه حکم دیگه آمد که الله متعال خفف الله، تخفیف نمود الله عنکم از شما، و علم ان فیکم ضعفا، الله میداند که شما چی دارین که ضعیف هستین. فان یکم منکم مئه، اگر به آل چی شد؟ پس آن باز گفت که نه، اگر 100 نفر صبر کننده باشین باز شما در مقابل 200 استاد شوین. در سابق 10 نفر در مقابل 100 نفر استاد میشد. حالا میگه نه، اگر 100 نفر هستین در مقابل 200 استاد شوین. فهمید که حالا چیز مردم یک ذره ضعیفتر هستن. یغلب مئتین و این یکم منکم الف، اگر 1000 باشین یغلب الفین، غالب میشین بالای 2000 نفر به اذن الله. لکن کل ازی به اجازه اراده الله هست. اگر الله اراده کرد یک نفر از سر 10 نفر غالب میسازه، و اگر اراده کرد یک نفر از سر 2 نفر چی میسازه؟ غالب میسازه به اذن الله، به اجازه الله. والله مع الصابرین، همیشه الله متعال به امرای صبر کننده هاست. ما کان للنبی، شایسته نیست برای نبی ان یکون له اسرا. در اول که بود حکم اسرا نبود. او وقت میگه که اسیر که گیر کرده، چون او وقت کافرها بسیار خطرناک بودن و مسلمان‌ها امکانات نداشتن، میگفت اینجا باید نبی صلی الله علیه و سلم اسیر پیش خود نگاه نکنن، کمی گیرشان میکرد، باید یارن از بین ببرین. گفت ما کان للنبی، شایسته نبود که چی کنه؟ ان یکون له اسرا، که او اسیرا داشته باشه، حتی یثخن فی الارض، تا که خوب زمین گرم بسازه، یعنی خوب امی قسم قوت مسلمان‌ها قوی شود، شوکت مسلمان‌ها بسیار زیاد شود، خوب گرم شون، خوب این کافرها از بین برده شون تا که اونا دندانشان بشکنه. باز بعد از او باز تو میتونی امرایشان از صلح و مسالمت و اسیرایشان را نکشی. تريدون عرض الدنیا، شما میخواین که متاع دنیا را داشته باشین. والله یرید الاخره، والله متعال آخرت میخونه. الله متعال آخرت طلب داره، میخواد که شما در آخرت بلند باشین. والله عزیز حکیم، والله متعال توانای غالب است، حکیم بسیار با حکمت است. لولا کتاب من الله، اگر کتابی از جانب الله نمی بود، سبقه که گذاشته است، یعنی اگر قضای مکتوب از جانب الله نمی بود که عذاب نمیکنه یک قومی را که برشان تا وقت بیان نشدن، لمسکم، باز شما را هم میگرفت، فیما اخذتم، در آنچه که شما گرفتین، عذاب عظیم. یعنی الله متعال میگه شما فیصله که اونا در بدر کردن که گفتن که باید این اسیرا را هم زنده بریم در مقابلشان فدیه بگیریم، الله متعال گفت چون شریعت الله امی است که یک قوم را عذاب نمیکنن تا وقتی که بر از اونها حکم روان نکرده باشه. چون بر شما حکم نامده بود، شما این فیصله را کردین، از این خاطر الله شما را عذاب نکرد. اگر حکم می بود باز شما را عذاب میکرد. از این خاطر الله متعال میگه ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمیکنیم یک قوم که در جهل باشم تا وقتی که برشان پیغمبر نفرستیم. از این خاطر کسایی که برشان پیغمبر نمیرسه، از الله متعال میگه که ما بسیاری پیغمبران رو فرستادیم، بعدش بر شما قصهش گفتیم، از بعض دیگهش قصهش نگفتیم. یعنی معنایش این است که اگر چین بوده، اگر ژاپن بوده، اگر هند بوده، اگر قاره های دیگه بوده، وقتی که وجود داشته، الله متعال بر کل از اونا تا وقتی که پیغمبر نفرسته اونا را عذاب نمیکنه. از این خاطر 1 چند هزار پیغمبر کم و بیش فرستاده شده است. بعضیشان نامایشان الله بر ما گرفته، قصه هایشان گفته، بعضی دیگهشان نامشون نگرفته و قصهشان نکرده، لکن به این معنی نیست که بر از اونا پیغمبر نرسیده. از این خاطر الله متعال امی شریعت الهی امی حکم میکنه که اگر یک کسی برش رسول نرسه، پیام آور الله نرسه، باز اونا را، او مردمای جاهله که هیچ پیش پیغمبر نامده، باز اونا را الله متعال در دوزخ نمیبره و مؤاخذهشان نمیکنه. اما باز این حکم کسای داخل نیست که حالا مثلا بسیاری کسا میگه والا صاحب یک کسی عقیده را نفهمید، قرآن را نمیفهمه، بیچاره عقیده را نمیفهمه، این با شرک بره در قبر، بازی حکمش چطور است؟ این حکم بر از اینا نیست.
حال مثلا در منطقه به هزار جوان است، ریش سفید است، پیر از کلش لاوام کلان در پشت دروازه زدگی است که اینجا ترجمه قرآن از درس حدیث است، هر روز قرآن خوانده میشه. یک جوان سعی کنی این از شمالی میاد، دیگه جوان سعی کنی این از اون منطقه قلعه زمان خان میاد، دیگه میگه مثلا از کجا میام، از دخترای مسلمان سعی کنی که از جاهای دور دور بیچاره در برف در خنک میاین. تو قرار در بین خانه چشتی پیش تلویزیون باز که مشرک مردی، بیدین مردی، از دین به خبر بده، باز میگه یا جاهل است حکم ازیام میشه. بعضی می جوانای ما و شما بسیار عادت خراب داره. شما خود مفتی جور نکنین، شما خود دعوتگر بسازین، مردم به دین دعوت کنین، اما فتوای دروغ از دلتان نتین. آیا امین نفر که امیل در خانه خود خواست و اینجا درس قرآن 24 ساعت برش هست نمیده، درس اشتراک نمیکنه، سر از این حکم جاهل میشه یا این خود به دست خود جاهل ساخته؟ ها؟ در یک منطقه که پیغمبر آمد، نائب پیغمبر آمد، خدمتگارای پیغمبر آمد، چپراسی ها. ما چپراسی های پیغمبر ها هستیم. آلمان یه چپراسی ها مفت کلزی مسجد هم برشون نگهر میکنه، یک نفر چوب آورده، یک نفر دیگه مثلا چیز آورده، آجیزمره الله اجر بده، اون چیز آورده، سنگ زغال آورده، قایتای الله اجر بده، چوب برش میخره. دیگه مثلا مسلمان ها هستن حتی قرآن شریف ها رو بعضیشان مثلا کسایی که پیسه داشت پیسه داد، کسایی که نداشت بعضی از مسلمان ها برشان حتی قرآن شریف بیات هدیه کرد. مسجد گرم است، تا الله اجر بده. بسیاری از دوستا انجینیر صاحب اینا آمدن این مسجد مثلا فرش خریدن، زیر فرش مثلا دیگه چی داره ماندن، کل از مفت است، 24 ساعت در خدمت تو هست. تو قرار در زیر صندلی شیشتی بازی مردم جهلشان مانع چی نمیشن، مانع از این نمیشه که بازینا مؤاخذه نشه. مثل عزیز که یک نفر دریوری میکنه، اونجا ترافیک است، کورس ترافیک است، سوره یاد نمیگیره، باز می موتروانی میکنه، داز میزنه 6 نفر هم میکشه. باز که اونجا رفت باز میگه قاضی صاحب محترم ما قانون خبر نداشتم، من جاهل بودم، من از انگلستان آمده بودم، در انگلستان سرکا سرچپ است، باز ما صاحب اینجا تکر کردم، نفر کشتم، من چه خبر داشتم در افغانستان سرکا راسته هست. باز قاضی صاحب میگه به خاطر از اینکه تو این موتر از این نفر چی کردی تاوان موتر هم میتی، 10 سال به خاطر که جرم کردی، 10 سال دیگه هم به خاطر از اینکه تو بیخبر از قانون بودی، تو لایسانس و جواز سیر نداری، از این خاطر هم باید تو بندت زیاد شه. از این خاطر قانون نمیست که کسی که اگر تکر میکنه، اگر جواز سیر و لایسانس داره او جزایش کمتر است، او که باز نداره باز او دیگه بسیار جزای چی است، خطرناک است. جهل اینجا مخصوصا از لایسانس خبر نداشتم که چه وقت توزیع میشه، در کجا توزیع میشه. مگه تو بیا یک چند وقت زندان تیر کو، در روز قیامت همین مردم ها را باز دوزخ میپرته که ابو جهل ابو لهب، میگه تو که از تیر کو باز میفهمی که عقیده توحید در کجاست، قرآن است، سنت است، نمیشینی. بسیاری وقتا یگان جای درس شروع کنی دو تا ریش سفید قرار ده و دانه که دروازه شیشته فکایی و قصه میگه، بازیگر از میگه والا سم ما خو نمیفهمیدیم، تو نمیخواستی که بفهمی قرآن و سنت. بیشی کلیت خم بگی جوانا کلگی اشتراک میکنه تو قرارش سفیده قرار شیشتی بیکار هستی. عمل سکن در القید از چقدر بغیر از ما که ریشم سفید شده دیگه شاگردا کلگی ماشاءالله کلگی جوان هستن. چی میکنی ریش سفیده که یگان تاس خیر است، یگان تا ریش سفید است در جمله ریش سفیدا نمیره، ریشت خوب باید کلش اما تو خوب پخته از دور سفیدش معلوم شد دیگه، ولی کلش جوانا هستن. خود چرا یا نمین؟ بازیگر میگه والا اصلا ما نمیفهمیدیم، ما اصلا بی خبر هستیم، فیلم ها را خبر داری. این بعضی کاکا را سعی کنی این بچهای فیلم 40 سال پیش نامه‌اش یاد داره، او را یاد داره، سازنده را کلش یاد داره، رقاصا را کلش یاد داره، آیت قرآن یاد نداره، باز قرآن غلط میخونه، باز میگه والا اصلا ما می قل والله احد یاد گرفتن نمیتونم. تو امیدم از چیزی که یاد گرفتن نتونستی؟ از این خاطر الله متعال میگه که اگر چی نمی بود، اگر بر شما میامد باز عذاب عظیم میامد، چون حکم نامده بود فاکلوا پس بخورید مما از آن چیزی که غنیمتم غنیمت گرفتین حلالا حلال است براتان، طیبا پاک است، واتقوا الله و بترسید از الله، ان الله یقین که الله متعال غفور بسیار مغفرت کننده گناه ها هست، رحیم بسیار مهربان است. یا ایها النبی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم قل بگو لمن فی ایدیکم من الاسرى با آن کسانی که در دست شما از اسیرا هستند، ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا اگر الله میداند، چون الله عالم الغیب است، الله از قلبایتان با خبر است، اگر الله میفهمید که در قلبهای شما حقیقتا خیر است، یؤتیکم خیر بر شما حتما خیر یعنی امی ایمان نصیب میکرد، مما اخذ منکم آنچه که از شما گرفته شده، و یغفر لکم و شما را مغفرت میکرد، والله غفور رحیم الله غفور رحیم است. برازیا گفت شما الله از قلبایتان با خبر است، شما ایمان نمیخواستین، از این خاطر الله متعال بر شما ایمان نصیب نکرد.
و این یرید خیانتک ای رسول الله سم اگر اینا اراده بکنن خیانت تو را، فقط یقینا که اونا خان الله من قبل، اینا قبلا هم با الله خیانت کردن. فامکن منهم، پس الله متعال چی کرد؟ اونها را نابود کرد با امو امکاناتی که بود که امو در بالای زنا غالب شد. والله علیم حکیم، الله متعال بسیار علیم است، بسیار با حکمت است. ان الذين عالم مسلمانای حقیقی کدام مردم هستند؟ مسلمانای حقیقی را معرفی میکنن، میگه ان الذين، یقینا کسانی که مؤمنای حقیقی هستند، آمنو اونا ایمان آوردن، یقینی بسیار قوی دارن، و هاجر، دوم صفتشان بعد از ایمان هجرت کردن، و جاهدوا و جهاد کردن به اموالهم، با اموالهای خود، اموال خود در راه الله تقدیم کردن، و انفسهم، و هم با نفسهای خود، با دست و پای و قدم خود، با جسم خود هم جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله. والذین، و کسان دیگه مؤمنای حقیقی هستند که و جای دادن، مکان دادن، مأوا دادن، برای کی؟ برای مجاهدین. و نصر، یعنی یا انصار بودن، یک طایفه مهاجرین بودن، یک طایفه دیگه انصار بودن. اولشان مهاجرین بودن و دوم طایفش کی بودن؟ کسایی که مأوا و جای دادن، خانه های خدا برشان داد، اینا انصار بودن. و نصر، و نصرت کردن مؤمنان را. اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینا بعضشان اولیاء و دوستای بعضی دیگر هستن، یعنی مهاجرین دوستای انصار هستن، انصار دوستای مهاجرین هستن. والذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن، ولم یهاجروا، هجرت نکردن، ما لکم من ولایتهم من شیء، نیست برای شما از دوستی از اونها من شیء چیزی، حتی تا زمانی که یهاجر رو هجرت کنند. و این استنصروکم، و اگر طلب کمک بخواهند از شما فی الدین، در دین، فعلیکم النصر، باز با امی کسای مسلمان هایی که مظلوم هستند هجرت نکردن، به امرای از اونها نصرت بکنین تا که اونها را هم از شر خلاص بکنین. فعلیکم النصر، پس بالای شما لازم است که امرایشان کمک بکنین، الا مگر علی قوم، بر قومی که بینکم، در میان شما و بینهم، لکن نصرت نکنین بالای قومی که بین شما و بین آنها چی هستن؟ میثاق، عهد و پیمان است. والله بما تعملون بصیر، الله متعال از آنچه که عمل میکن بسیار چی است؟ بصیر، بینا هست، میبینه. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، بعضهم اولیاء و بعض، بعضشان اولیاء بعض هستند. بعضی کسانی کلمه ولی و اولیاء را که گفت که باز میشن، فکرتان باشه اولیاء فرق میکنن، یکی اولیاء الرحمن است، یکی اولیاء شیطان است. هر کس که نام خدا ولی و اولیاء مان باید پشت از او نرین. اولیاء الرحمن کسایی هستند که به کتاب و سنت متمسک هستند، مطابق قرآن و سنت عمل میکنن. و کسایی که زندگی میکنه، نماز نمیخونه، لباس نمیپوشه، مثلا گناه میکنه، شراب میخوره، چرس میکشه، باز نام خدا دوست خدا میمونه، این باز اولیاء و شیطان هستن، یا با دوستای الله نیستن، اولیاء و رحمان نیست، یا اولیاء شیطان هستن. حتی اگر شعرشان بخونید، اما شعرشان ببینید بسیار کلمات کفری هست. والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن، بعضهم، بعضشان، اولیاء و بعض، دوستای دیگه هستن، یعنی کافرا اولیایشان هم از کافرا هست، شیطانا اولیایشان هم از شیطانا و بیدینا هست. بعضهم اولیاء و بعض الا تفعلوه، اگر این کار را نکنین، تکن فتنه فی الارض، بسیار یک فتنه و تباهی در زمین میشه، و فساد کبیر، و فساد بسیار بزرگ میشه. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن، و هاجروا و هجرت کردن، و جاهدوا و جهاد کردن فی سبیل الله، در راه الله. والذین، و کسانی که جای و مکان دادن، و نصروا و نصرت و کمک کردن، اولئک، امی گروه کی هستن؟ امی مهاجرین انصار، هم المؤمنون حقا، اینمیا مؤمنان حقیقی هستند. لهم، برایشان مغفرت است، و رزق و روزی است، کریم، بسیار خوبی که در جنت الله برشان آماده کرده. والذین آمنوا من بعد، و کسانی که بعد از اینا ایمان آوردن، و هاجر و هجرت کردن، و جاهد و جهاد کردن، معکم، به امرای شما، فاولئک منکم، اینها هم از جمله شما هستند. و اولو الارحام، و خویشاوندان، بعضهم، بعضی ازشان، اولا ببعض، بیشتر هستند به دیگران، فی کتاب الله، در کتاب الله، ان الله بكل شیء علیم، یقینا که الله متعال بر هر چیز عالم است. در اول که بود مهاجرین و انصار به اندازه دوستی از اینا الله قوی ساخته بود که مثل خانواده واری از یکدیگر میراث میبردن. باز پسان که شد، وقتی که مسلمانان تعدادشان زیاد شدن، قوی شدن، باز گفتنه بعد از دیگه حالا میراث برای کی میرسه؟ به مو اعضای اقارب خود انسان. اگر این اول یک مهاجر از یک انصاری میراث میبرد و او از او، چرا؟ بسیار دوستیشان قوی بود. پسان باز گفت که نه اول الارحام باشن. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب